کنعان طاهر نژاد رفته اون سمت، حالا پرتاب بلند رو انجام بده. توپش میاد به محوطه جریمه، یه ضربه سر، فرصت، گل دوم. نه، پرچم کمک اول بالاست، اعلام آفساید شد. نشد که بازی 2-0 بشه به سود داماش. داماشی ها غرق در شادی شدن. محمد رستمی هنوز هم میگه آفساید نبوده. صحنه آیسته رو ببینید، اینجا سر داد علی آل کسی، چی آفساید گرفت؟ محمد رستمی که خیلی عقب‌تر بوده از مدافعان نیروی زمینی، چیکار کرد آقای محمد سلطانی؟ اگه نتیجه پایانی با برد داماشیا همراه نشه خیلی بحث برانگیز میشه. همون صحنه آیسته اولی که همکاران عزیزم به نمایش گذاشتن همه چی رو نشون داد. حق داشت محمد رستمی التماس میکرد به آقای وحید کاظمی که آفساید نبوده. یه بار دیگه صحنه آیسته رو ببینید، صحنه آیسته که محمد رستمی دروازه رو باز کرد. آخه چی آفساید گرفتی آقای محمد سلطانی؟ کمک اول خیلی خوش شانس بودن، تو به تیر دروازه برخورد کرد. حالا زد حمله این سمت، خطای هند به نظر میرسید. اعتراض هواداران، بازیکنان و کادر فنی داماش در برگشت نتونستن دروازه رو باز کنن. خطای هند اینجا کاملا مشخص بود. تصمیمات بحث برانگیز در نیمه اول، یه گل سالم داماشی‌ها رو آفساید اعلام کردن و اینجا هم میتونست موقعیت خوبی شکل بگیره برای تیم میزبان. یه لایی میزنه سعید طالبی، پاس قشنگش برای میثم فرزانه، پشت محوطه جریمه، یه ضربه بغل پا، فرصت هست. اعتقادی به پنالتی نداره آقای وحید کاظمی. خود سعید طالبی، ارسال زمینی، حرکت ترکیبی خوب از بازیکن داماش، توپ هنوز بیرون نرفته. خطای میثم میرپسندیده رو اعلام کرد آقای وحید کاظمی. حالا یه بار دیگه مدافع نیروی زمینی احساس ناراحتی میکنه. صحنه آیسته رو مشاهده میکنید، درگیری میثم میرپسندیده. مدافع نیروی زمینی بود که دست میثم میرپسندیده رو کشید. ببینید اینجا دستو کشید، اما آقای وحید کاظمی خطای میثم میرپسندیده رو اعلام کرد. تصمیمات بحث برانگیز زیاد داشته آقای وحید کاظمی و البته کمک اولش آقای محمد سلطانی. 6 دقیقه وقت اضافه، زمان کمی نیست. خود جابر نصیری بلند به تیر دو، یه ضربه سر، بازم پرچم زده کمک دوم. دیگه چرا پرچم زد آقای محمد علی پورمتقی؟ این وسط یه کارت زدن میگیرم بازیکن داماش و محمد رستمی. صحنه آیسته رو ببینید، اینجا جابر نصیری توپو بلند فرستاد به تیر دو و اینو آفساید گرفت آقای پورمتقی. سعید طالبی، ارسال به دهانه دروازه، فرصت هست، دروازه باز شد اما بازی رو متوقف کرد آقای وحید کاظمی. اعلام آفساید کرد. کمک دوم این چهره آقای محمد علی پورمتقی. یه کارت زرد دیگه هم این وسط داده میشه. شما صحنه آیسته رو ببینید، ارسال سعید طالبی، بازیکن آخرم دیگه حالا تصمیم گرفت که آفساید بگیره آقای پورمتقی. از این بدترش رو آفساید گرفت آقای محمد سلطانی در نیمه اول. دیگه چی برسه به این صحنه. هواداران داماش ناراحت و اینجا هم سوت پایان بازی رو به صدا در میاره.